مثال حق، منبر توحید و حقیقت. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. و از میان هر امتی گواهی بیرون می آوریم و می گوییم دلیلتان را بیاورید. آنگاه در میابند که حق با الله است و آنچه سر هم می کردند گم و نابود می شود. مثال حق، منبر توحید و حقیقت. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. به نام آن که بشریت را از یک پدر و مادر، از یک مرد و زن آفرید. به نام الله خالق انسانها. به نام الله خالق گیتی. به نام الله خالق تمام هستی. سلام عرض می کنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، خوبان و مهربانانی که افتخار دادید تا میهمان خانه های شما باشیم با اولین قسمت از برنامه بانوان عصر پیامبر. الله متعال همگونه که در ابتدا عرض کردم خدمت شما، ما انسانها رو از یک پدر و مادر آفرید، آدم علیه السلام و حوا علیها السلام. و نسل بشر از یک مرد و زن آغاز شد و این نسل با زنها و مردهای جامعه ادامه یافت. برای بقای نسل بشر روی زمین وجود مرد در کنار وجود زن الزامی است. اما در سیر تاریخ بشر، در طول این مسیر زندگانی بشر بر روی زمین، در طول هزاران سال بر انسانها رنجها، مشقات، سختیها، مشکلات و دگرگونی‌های فراوانی رسید. در این میان شاید اغراق نباشه اگر بگیم سختیها، مشقات، ظلمها و بیمهری‌هایی که نسبت به بانوان و زنان جامعه در طول تاریخ اتفاق افتاده بیشتر از آن چیزی بوده که بر مردان گذشت. بانوان و زنان جامعه پیوسته مظلومترین قشر جامعه بودند. نمیدونم چقدر با نظر من موافقید، اما به دلایل مختلف، چه به خاطر تعلیمات نادرست از باورها و ادیان و تفکرات اقوام مختلف، چه به خاطر کردارهای نادرست از طرف متبعین باورهای درست. اگر گذری بندازیم به تاریخچه آنچه بر بانوان، آنچه بر نیمی از جمعیت انسانهای روی زمین، زنان جامعه گذشته، در طول ادیان، در طول ملت‌های مختلف، از دیرباز، از اولین تمدن‌ها اگر شروع بکنیم، به عنوان مثال تمدن یونان، در یونان زن هیچ ارزش و مقامی نداشت. در یونانی که امثال افلاطون با اون نظریات و تفکرات و فلسفه های خودش سنگ بنای بسیاری از اعتقادات و باورهای فلسفی جامعه غرب، جامعه غربی امروز رو بنا نهاد و در طول 2000 سال کم و بیش
این نظریات، این افکارها پیوسته محور بحث‌ها و مجال‌های مختلف در دانشگاه‌ها و مباحث علمی در حوزه‌های دینی بود. جمله عجیبی داره درباره زن. همیشه 2 تا جمله رو تکرار می‌کرد. یکی این که من الله تعالی، حالا خدا رو به تعبیر خودش، من خدا رو سپاسگزارم به خاطر این که من رو آزاده آفرید و من رو برده نیافرید. تعبیر دومش تعبیر بسیار عجیبی است. شاید خیلی ها باور نکنن که افلاطون با اون اسم و رسمی که داره همچین جمله‌ای گفته باشه. دعای دومش همیشه این بود که من خدا رو شکر میکنم که من رو مرد آفرید و زن نیافرید. زن در جامعه یونان یک موجود شیطانی، یک شیطان زاده توصیف میشد. زن در جامعه یونانی موجودی پاک نشدنی بود که جز به خاطر بقای نسل، جز به خاطر ارضای شهوت‌های مردان و جز به خاطر خدمت برای مردان هیچ جایگاه دیگری در این جامعه نداشت. اگر یک کمی این برتر بیایم در روم، اونجا هم وضعیت بهتر نبود. در روم تفکر رومیان نسبت به زن اینگونه بود که اون رو آینه تمام عیاری از شیطان می‌دانستند. اونها بر این باور بودن که ارواح موذیه، ارواح شیطانی در وجود زن هست و زن با فتنه بافی، با کینه و بغض، با پلیدی پیوسته به دنبال اینه که یک دامی سر راه مرد بگذاره تا دل اون رو شکار بکنه و یا مغز و عقل اون رو به انحراف بکشه. در جامعه رومی برخورد نسبت به زن، برخورد نسبت به بانوان جامعه برخورد بسیار تحقیرآمیزی بود. اگر از یونان و روم بگذریم، در ایران باستان هم وضعیت بدتر از این بود. زنان در ایران باستان در عصر ساسانی، در اون اوج و شکوه تمدن ایرانی به اصطلاح آن زمان، یک زن ابتدای صبح بعد از همسرش میپرسید که امروز چه فکری باید داشته باشه، به چی فکر بکنه، چی بگه و چه کاری بکنه. زن در جامعه ایرانی همون جایگاهی رو داشت و بلکه بدتر که در جامعه رومی و یونانی داشت. اون طرفتر در هندوستان زن وضعیتش خیلی بدتر بود. در هندوستان پیوسته مرگ و آتش، وبا و زهر افعی و حتی دوزخ رو از زن بهتر می دونستن. در هندوستان زن فقط وسیله‌ای بود برای خدمت و برای ارضای مرد خودش و برای بقای نسل. و اگر مرد از دنیا می رفت، زن هم نباید زندگی می کرد، نباید زنده می موند و باید به همراه شوهر خودش سوزانده می شد و از بین می رفت. در چین، تمدنی که در چین بود در آن زمانه، وضعیت مشابه این بود. یهودیان اون زمان، مردان یهودی پیوسته دعا می‌کردند. یکی از دعاهای اونها این بود که خدای ما تو رو سپاسگزاریم که ما رو زن نیافریدی. در جامعه عرب قبل از اسلام وضعیت به حدی رسیده بود که به تعبیر قرآن کریم در سوره مبارکه نحل آیه 58 و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، هرگاه به یکی از اونها خبر می رسید که صاحب فرزندی شدی، دختر، همسرت وضع حمل کرده، دختری به دنیا آمد، از ناراحتی، از خجالت، از نگرانی صورتش
تیره میشد، سیاه میشد، فرار میکرد، پشت میکرد و سر به بیابان میزد. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به. فراری میشد، متواری میشد از بین قوم خودش از بدی خبری که به اون رسیده بود. ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب. که با ذلت و خواری و حقارت این دختر رو نگه داره یا این که اون رو با کمال خشونت بیاد زنده به گور بکنه، لگدکوب بکنه زیر پاهای خودش در خاک. زندگی به گور کردن دختران یک رسم شده بود در جامعه عرب. دختران رو زنده به گور میکردن از ترس این که شاید در جنگی روزی دختری از طایفه‌ای اسیر بشه در طایفه دیگری و در راه انتخاب در دوراهی انتخاب بین قوم خودش و اون قومی که اون رو اسیر کردن مردی از غیر قوم خودش رو بپذیره و این ننگ و آری باشه برای قوم خودش. و اولین بار هم همچین اتفاقی افتاد که دختری اسیر شده بود. وقتی سر دوراهی انتخاب قرار گرفت بین انتخاب اون شخصی که او را اسیر کرده بود از دشمنان و بین خانواده خودش اون دشمنی که او را اسیر کرده بود رو انتخاب کرد و این سبب شد که پدر دختر قسم بخوره که از این به بعد هر وقت که من صاحب دختری شدم دختران خودم رو زنده به گور خواهم کرد. و این رسم پیوسته ادامه داشت. زن نه تنها در جامعه عرب از ارث محروم بود بلکه خودش جزئی از اموال ارث محسوب میشد. در هندوستان و در بقیه سرزمین ها هم همچین حالتی داشت. ظلم، شکنجه، بی احترامی، حقارت در عادات ماهیانه وقتی که بانوی مریض میشد حتی اجازه نمیدادن سر سفره بشینه با اونها غذا بخوره. یهودیان اون رو پلید میدونستند، اونها رو در خونه‌های مخصوص نگه می‌داشتند و مانند حیوانی غذا رو پیش اونها پرت می‌کردند. در باورهای مختلف، گرچه در تورات، گرچه که موسی علیه السلام هرگز همچین دستوری به اونها نداده بود، اما در باورهای تحریف شده این اتفاقات به وفور یافت می‌شد. ازدواج‌های مختلف به شکل‌های مختلف، ازدواج دست جمعی، یک فرد با قوم خودش، یک زن با قوم خودش، ازدواج با محارم در ایران، شاهان ایرانی با دختر خودشون، با خواهر خودشون ازدواج می‌کردن، ازدواج با چند نفر، ازدواج به خاطر شرف و نسل، مردی همسر خودش رو پیش کسی که احساس می‌کرد در شرف و در نسل و نسب از اون بالاتر میفرستاد تا فرزندش به زعم باطلش دارای نسب بالاتری بشه. ازدواج‌های اجباری، ازدواج‌هایی که به زور زنی رو میگرفتند و غصب میکردند و با اون ازدواج میکردند، حرم سراها، شاهان ایران و شاهان دیگر هزاران، بعضی از اوقات هزاران نفر رو در حرم سرای خودشون به عقد خودشون در می آوردن، عقدی هم که در کار نبود به اصطلاح امروزی خودمون، و اونها رو می گرفتن. نیروهایی داشتن که می فرستادن در سطح شهرها. شاهان ایران نیروهایی داشتن که به اونها می گفتن ما زنی می خواهیم با این صفات، برید بگردید با این صفات هر زنی رو هر جا دیدید برای ما بیارید. اگر شوهر داشت شوهرش رو بکشید، اگر هم شوهر نداشت بیاریدش، اگر کسی مقاومت کرد بکشید. در مصر مردها همه برده فرعون صفتانی بودند که بر جامعه حاکم بود. وقتی مردها وضعیتشون این بود، به طریق قولها زنها مشخصه که وضعیتشون چگونه بود. جامعه اون روز، جامعه قبل از اسلام، زنها در اون جامعه حیوانی بیشتر نبودند. یهودیان زنها رو یک نوع حیوان میدونستند که در شباهت به انسانها از بقیه حیوانها شبیه ترند. نه حیوان بود نه انسان،
در برزخ بین حیوانیت و انسانیت باقی مونده بود و اگر نیازی نمی داشتن به بقای نسل، هرگز زنها رو زنده نمی گذاشتن. زن در جامعه اون روز یک کالای تجاری بیشتر نبود. زن یک وسیله بود برای بقای نسل، برای ارضای هوس، برای دستیابی به خدمت‌های دنیا. یک غلام، یک کنیز، یک نوکر، چیزی بیش از این نبود. و بعد از این که اسلام آمد، این مقوله ها تغییر کرد. حال اجازه بدید قبل از این که به بحث اسلام بپردازیم و ارتباطش با موضوع خودمون، بانوان عصر پیامبر، و چرا این موضوع رو ما انتخاب کردیم، از یک طرف اون جمله‌ای رو که عرض کردم که در جوامع بشری ظلمی که بر بانوان رفت، بر زنهای جامعه رفت، بیشتر از ظلمی بود که بر دیگران رفت، چه در قدیم مثالهایی که ذکر شد و چه در عصر جدید، در زمانه ما به تعابیر مختلف، پیوسته بین افراط و تفریط مورد ظلم و ستم قرار گرفتن، به خاطر باورهای غلط، به خاطر کردارهای نادرست، به خاطر تبلیغات نابجا. در عصر و زمانه امروزی ما هم وضعیت مشابه اون وضعیت. عده‌ای به نام دفاع از حقوق زن آمدن زن رو موجودی ملکوتی ترسیم کردن، دارای شرف و مقامی بیشتر از مرد، اما بسیار ستم دیده و مظلوم، و به نام دفاع از حقوق زن برای دستیابی به اغراض و اهداف شوم خودشون شروع کردن به فریفتن و فریب دادن بانوان جوامع مختلف. زن در قاموس اینها فقط دختران زیبارویی هستند که تن بدن به تمام خواسته های اینها. زن در قاموس اینها کسانی هستند که بتونن اونها رو بازیچه دست خودشون بکنن. اگر در افغانستان یا عراق یا فلسطین یا چچن و کشمیر زنانی از بین رفتن، مورد ظلم و ستم قرار گرفتن، مورد تجاوز قرار گرفتن، اینها در دایره تعریف اونها قرار نمیگیرن. از این طرف به نام دفاع از حقوق زن بر زن ظلم ها شد، بیمهری ها صورت گرفت، از اون طرف به خاطر باورهای نادرست مورد شکنجه و ظلم قرار گرفتن. و اما در اسلام، اجازه بدید این موضوع رو بعد از یک میان برنامه با هم بررسی بکنیم که زن در اسلام چه جایگاهی داشت و اسلام چه دیدی نسبت به زن داشت و چه خدمتی نسبت به زن صورت گرفت و چه جایگاه و ارج و مقامی پیدا کرد بانوی یک جامعه بعد از رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم. با ما باشید بعد از یک میان برنامه. همانا الله و فرشتگانش بر پیامبر درود میفرستند. ای مؤمنان، شما نیز بر او درود بفرستید و به گونه‌ای شایسته سلام کنید. ای بشریت، به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم افتخار کن، افتخار کن به آقا و سرورم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. اون بود که به تو آموخت همه انسانها بندگان خدایند، همه فرزندان آدمند. اون بود که چهره نحس بردهداری رو از زندگی بشریت محو کرد. اون بود که حقوق زن، حقوق کودکان، حقوق انسان، حقوق کارمند، حقوق حیوان، حقوق طبیعت رو به تو آموخت. افتخار کن به آقا و سرورم محمد مصطفی، انسان کامل. بنگر محمد مصطفی رو از طائف داره میاد، خون از دست و پاش میچکه، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم غرق خونه. فرشته کوها میاد که به من اجازه بده این ملت ستمگر، این ظالم ها رو بزنم و داغونشون کنم. محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم رحمت للعالمین میفرمایند نه، من آرزو دارم شاید از
بچه ها و نوادگان اینا کسی بیاد که خدای یکتا رو عبادت کنه. بنگر به محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، روز فتح مکه دنیا همه در مقابل محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم سر تسلیم فرود آورده. این ستمگران، ظالمان، اینهایی که از خونه و کاشانش بیرونش کردند، یارانش رو کشتند، شکنجش دادند، عذابش کردند، الان همه اینها در دست محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. میگه که فکر میکنین من با شما چه کار میکنن؟ اونا میدونن محمد رو شناختند، رسول اکرم رو دیدند، رحمت للعالمین رو شناختند. میگند اخون کریم و ابن اخین کریم، ما از شما غیر از خوبی ندیدیم. میفرمایند اذهبوا فانتم الطلقاء، برید همتون آزادید. این محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. ای مؤمنان، این چراغ تابان، این خورشید تابان رو بگیرید و به بشریت هدیه‌اش کنید. بلغ العلا بکماله، کشف الدجى بجماله، حسنت جمیع خصاله، صلوا علیه و آله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أزواج محمد وعلى كل من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. و ای پیامبر، تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستاده ایم. بله عزیزان، هنگامی که رحمت الله تعالی برای عالمیان فرستاده شد، هنگامی که بشریت بر لبه از پرتگاه جهنم قرار گرفته بود، هنگامی که حقوق نه تنها بانوان، زنان جامعه که تمام اقشار جامعه نادیده گرفته میشد، الله تعالی رحمت نمود، الله تعالی لطف نمود، الله تعالی درهای فضل و احسان خودش رو برای بشریت باز کرد. اسلام آمد تا انسانها رو نجات بده، انسان آمد تا بشریت رو دوباره زنده بکنه، انسان آمد تا نسلهای سوخته رو دوباره جانی دیگر ببخشه. یکی از این نسل‌ها نسل بانوانی بودند که هیچ جایگاهی در جامعه نداشتند، حتی حاضر نبودند، مردان جامعه حاضر نبودند آنها را به عنوان انسان بپذیرند. الله تعالی با نزول قرآن، الله تعالی با فرستادن رسول الله صلی الله علیه و سلم این تصورات غلط رو تغییر داد، این باورهای نادرست رو شکست. الله تعالی تمام انسانها را فرزندان یک پدر و مادر نامید و مرد بودن و زن بودن در دین اسلام به تنهایی هیچ مزیتی نداشت، بلکه فرمود انا خلقناکم من ذکر و انثی. ای مردمان، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم. و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، و ما شما رو طایفه طایفه و قبیله قبیله گرداندیم تا شناخته بشید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بهترین شما نزد الله با تقواترین شماست. برتری در اسلام نه به مرد بودن بود و نه به زن بودن. مرد و زن در برابر تعلیمات الله تعالی یکی بودن و هر جا نامی از مردان گرفته شد در کنار اون نام زنان جامعه هم بود. مؤمنین مؤمنات، مسلمین و مسلمات، صائمین صائمات، متصدقین متصدقات، قائمین قانتات، پیوسته دوش به دوش هم این مسیر رو طی می‌کردند. الله تعالی یکی از نشانهای قدرت خودش، یکی از نشانهای عظمت خودش رو وقتی خواست به بندگان خودش معرفی بکنه فرمود و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا. یکی از نشانهای قدرت الله تعالی این است که همسرانی از جنس خود شما برای شما برگزید لتسکنوا الیها، تا مایه آرامش شما بشن. اسلام آمد و فرمود زنها نه ارواح خبیثه دارند
نه آینه ای از شیطانند، نه پلیدند، نه در برزخ بین انسانیت و حیوان گیرند، بلکه مایه آرامش شما هستند، بلکه اینها نوعی از خود شما هستند. اینها کسانی هستند که اگر در عمل شما بر اونها برتری نداشته باشید، هیچ مزیت دیگری بر اونها ندارید که بخواید بر اونها فخر فروشی بکنید. اسلام در این آیه فرمود همسر شما برای آرامش شماست و بین شما مودت و رحمت گذاشت. این نشانه است برای کسانی که فکر میکنند. و الله متعال در تعبیر همسر فرمود هن لباس لکم و انتم لباس لهن. شما لباس تن اونهایید و اونها لباس تن شما هستند. اونها باعث زینت شما هستند، اونها باعث گرم شدن شما هستند، اونها عیب شما رو میپوشونند، نه که عیب باشند که خبر تولد دختری اگر به شما رسید متواری بشید، از قوم فرار بکنید و اون رو زنده به گور بکنید. اسلام آمد و این رو احیا کرد. اسلام آمد و خوشبخت ترین نسل زنان تاریخ رو ساخت. در طول تاریخ بشریت هیچ نسلی در طول تاریخ بشر از میان بانوان جامعه، از میان زنان جامعه بشری به طور کامل خوشبخت تر از نسلی نبودند که در زمان رسول صلی الله علیه و سلم تربیت شدند. خوشبخت ترین بانوان قرون مختلف زندگی بشر بر روی کره خاکی بانوان عصر پیامبر بودند. کسانی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم در مکتب اسلام تعلیم یافتند. و چقدر جامعه امروزی ما نیازمند به معرفی این الگوها، چقدر خواهران بزرگوار ما، مادران عزیز و مهربان ما نیازمندند برای شناخت این الگوها. خوشبخت در این زنان عالم، بانوانی که دوش به دوش مردان جامعه حرکت کردند. در بسیاری از موارد، در بسیاری از مجالها، در بسیاری از حرکت‌های دعوی، وقتی از دعوت سخن گفته میشه، وقتی از نقش یک مسلمان در ترویج اسلام، در صدر اسلام، در نسل‌های اولیه سخن گفته میشه، کمتر شده که به نقش غیر قابل انکار و نقش مهم بانوان جامعه اون روز اشاره بشه. ذکر زندگی، ذکر شخصیت بانوان عصر پیامبر از این جهت مهم و حیاتی که پرده پنهان حرکت دعوت در صدر اسلام بودند. بانوان عصر پیامبر نصف نیروهای عصر پیامبر بودند. بانوان عصر پیامبر صلی الله علیه و سلم دوش به دوش مردان جامعه نقش داشتند در ترویج و تشویق و رسیدن دین. نباید فراموش بکنیم اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم در دعوت، در رسالت امثال ابوبکر و عمر و عثمان و حیدر او رو یاری کردند، وزرای بیرون از خانه در داخل خانه وزیرانی چون خدیجه، چون عایشه، چون حفصه، چون ام سلمه و دیگر امهات المؤمنین رضی الله عنهن اجمعین، نقششون کم رنگتر از وزیران خارج از خانه نبود. نباید فراموش بکنیم اگر مردانی چون عبدالله ابن زبیر روزی خلافت مسلمین رو به دست گرفتن، در دامن مادرانی و بانوانی از عصر پیامبر چون اسما دختر ابوبکر رضی الله عنهما تربیت شدند. نباید فراموش بکنیم که در امت اسلام اولین زنی که به این پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آورد، اولین شخصی که ایمان آورد یک زن بود. خدیجه کبرا رضی الله عنها اولین مسلمان، اولین تصدیق کننده رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم یک زن بود. اولین شهید اسلام
سمیه یک زن بود. نباید فراموش بکنیم که فقیهانی چون عایشه رضی الله عنها معلم بسیاری از اصحاب بودند. معلم دوم این امت عایشه رضی الله عنها یک زن بود. بانوان عصر پیامبر نه تنها مادرانی مهربان برای فرزندان خودشون بودند، نه تنها همسرانی دلسوز برای شوهران خودشون بودند، نه تنها فرزندان و دخترانی مهربان و زحمتکش و خدمتگزار برای والدین خودشون بودند، نه تنها خواهرانی دلسوز برای برادران خودشون بودند، مجاهدینی بودند که در صف جهاد علیه کفر و شرک شمشیر گرفتند و در میدانها جنگیدند. مگر فراموش کردیم که ام عماره نصیبه بنت کعب در احد، اون هنگامی که بسیاری از صحابه از کنار رسول صلی الله علیه و سلم دور شده بودند در کارزار جنگ و رسول الله صلی الله علیه و سلم در محاصره مشرکین بود، یکه و تنها شمشیر به دست گرفته بود و از رسول الله صلی الله علیه و سلم شجاعانه دفاع می کرد. نباید فراموش بکنیم که اسما دختر ابوبکر با اینکه سن زیادی از اون نگذشته بود، در اجرای برنامه استراتژیک هجرت رسول صلی الله علیه و سلم از مکه به مدینه با پای پیاده برای رسول الله صلی الله علیه و سلم و یار غارش غذا و آب میرساند. نباید فراموش بکنیم که بانوان عصر پیامبر کسانی بودند که مردان خودشون رو تشویق میکردن برای شهادت، فرزندان خودشون رو تشویق میکردن برای شهادت، کسانی بودند که حمایت کردند از مردان، کسانی بودند که پای به پای مردان خودشون ایستادند، کسانی بودند که دوش و دوش با اونها جنگیدند، از اونها حمایت کردند. جامعه امروزی ما نیازمند معرفی خوشبخت ترین بانوان طول تاریخ، بانوان عصر پیامبر. ما نیازمندیم خواهران ما، مادران ما، بانوان جامعه ما در این عصر و زمانه ما علی الخصوص، در میان این همه تبلیغات، در میان این همه اکاذیب، دروغ‌هایی که نسبت داده میشه به اسلام از یک طرف و تبلیغات دروغینی که برای غرب نسبت داده میشه در ادعای حمایت از حقوق زنان و ارج نهادن جایگاه زنان، چقدر ما نیازمندیم تا بشناسیم، تا درک بکنیم که اسلام نه تنها زنان جامعه ما رو منحصر نکرد به محیط خانه، بلکه مهمترین نقشهای امت رو به اونها سپرد. آیا نقشی مهمتر از تربیت فرزند، تربیت اولاد، تربیت نسل جامعه وجود داره؟ هر مردی در تاریخ اگر حماسه آفریده، اگر پیشرفتی داشته، اگر به مانند امام بخاری نام خودش رو در طول تاریخ ماندگار کرده، حتما بدانید، یقین بدانید که بانویی پشت سر او بوده است، یا مادری مهربان، یا همسری دلسوز، یا خواهری زیرک و استوار که دست او رو گرفته و از او حمایت کرده، از او سرپرستی کرده، او رو دلگرم کرده، او رو همراهی کرده، هم رازی داشته، هم فکری داشته، هم دلی داشته، هم دردی داشته، هم سفری داشته، همسری داشته که تونسته اون رو وقتی زمین میفته بلند بکنه، در مواضع سخت به اون مشورت بده. فراموش نکردیم که ام سلمه رضی الله عنها، ام المؤمنین، در حدیبیه، اون لحظه‌ای که مسلمین
حیران و متحیر موندن و مشرکین جلوی اونها رو گرفتن و اجازه سفر به مکه رو نمیدن و از طرفی رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کرده تا سر خود رو بتراشند و از احرام خارج بشن و برگردند. هنوز منتظرند و رسول الله صلی الله علیه و سلم نگران از تأخیر اجرای امر. ام سلمه رضی الله عنها مشاور اعظم در مسئله بسیار حیاتی به رسول الله صلی الله علیه و سلم مشوره ای داد که امتی رو از سرگردانی به در آورد. یا رسول الله، شما خودتون ابتدا از احرام خارج بشید، سر مبارک رو کوتاه بکنید، وقتی اونها ببینن شما این کار رو انجام دادید از شما تبعیت میکنن و این گونه شد. اسلام توجهی به زن کرد که در طول تاریخ هیچ باور، هیچ ملتی این گونه توجه نکرده بود. معرفی بانوان عصر پیامبر به ما کمک میکنه تا بتونیم بهتر الگو برداری بکنیم از رسول الله صلی الله علیه و سلم. جامعه ما وقتی به سعادت میرسه که همه تن پیرو بهترین الگوی بشر باشه. اگر مردان جامعه نیازمندن تا به رسول الله صلی الله علیه و سلم مزین بشن، زنان جامعه نیازمندن تا به اخلاق و رفتار و عبادات رسول صلی الله علیه و سلم مزین بشن، از طرف دیگر بانوانی که در ماحول رسول صلی الله علیه و سلم بودند هم الگویی هستند برای بانوانی که ماحول ما هستند، تا خواهری بهتر بدانه تا با برادر خودش چگونه برخورد بکنه، تا همسری بهتر بدانه تا با شوهر خود چگونه رفتار بکنه، تا دختری بهتر بدانه که چگونه با والدین خودش برخورد داشته باشه، و تا مادری بهتر بدونه که چگونه بر سختی ها و مشقات کنار بیاد و چگونه فرزندان خودش رو تربیت بکنه، تا بانوان جامعه ما بهتر بدانند و قدر این ثروت رو بیشتر درک بکنند و به این یقین برسند که یک بانوی مسلمان در کنار این که میتوانه عفت و حیا و سرمایه گرانقدر حجب رو در وجود خودش بیاره، میتونه نیروی مفید باشه برای جامعه خودش، میتونه تا در حل مشکلات جامعه خودش نقش اساسی داشته باشه، همون نقشی رو داشته باشه که مردان جامعه دارن، تا بانوان جامعه ما بدانند که خوشبخت‌ترین بانوان طول تاریخ، بانوان عصر پیامبر صلی الله علیه و سلم و بانوان امت اسلام بودند، به شرط این که خودشون رو بشناسن، به شرط این که قدر خودشون رو بدونن، به شرط این که آشنا بشن با تاریخ خودشون، آشنا بشن با سرمایه‌ای که در اختیار اونهاست، آشنا بشن با شناسنامه خودشون. چرا که در عصر و زمانه‌ای که هر نسل به تاریخ خودش افتخار میکنه، شایسته ترین نسل ها به این عزت و افتخار با شهادت عزیز غفار هیچ امتی نیست جز امت نبی مختار. در برنامه‌های آینده قصد داریم تا با بانوان عصر پیامبر بیشتر آشنا بشیم. این سفر رو با آشنایی از همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم، امهات المؤمنین، ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها آغاز خواهیم کرد و بعد از اون دختران رسول صلی الله علیه و سلم، اهل بیت رسول صلی الله علیه و سلم و بانوانی که در جامعه آن روز مدینه و یا قبلش در مکه حماسه ساز شدن، تاریخ ساز شدن و الگوی‌های بسیار زیبا هستند، در زمینهای مختلف زندگی برای ما بیشتر آشنا بشیم و خودمون رو مزین بکنیم، بیشتر خواهران
و مادران بزرگوار جامعه ما. امیدوارم که در برنامه‌های بعدی هم ما رو یاری بکنید برای آشنا شدن با این سرمایه‌های امت اسلامی. از اینکه تا این لحظه بیننده برنامه ما بودید سپاسگزارم و ممنون و همه شما عزیزان رو به الله متعال می‌سپارم. الله یار و نگهدار شما باد.